تاکسیران‌های پایتخت از راهخطها هیچ منفیت نمی‌بینند. تنها همین که از چند وقت به این طرف آنها باید هر هفته بر عوض 72 سنت یا تقریباً 7 سومانی برگه راه بگیرند. ناظران راه هنگام منع کردن تاکسیران‌ها داشتن این حجت را می‌پرسند. В основном одамон намебруям би путевкам. Мисол кормандон ями гаи ман мекра гам метан. Барои ями бад мисол ҷаримашам баланда намекунам. Ло гаи лицензия ҳамаш мепурсад. نگاه میکنم Обязательно. Фарқура. برای چی؟ Барои ки нозирони роҳ гам намедиҳам. به قول مسئولان وزارت نقلیات برگه‌های راه تنها برای جمع‌آوری آمار درباره حمل و نقل بار، مسافران و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ضرورند. 27% بارکشانی تجارتی بدون نظارت از جانب صاحبان خصوصی انجام داده می شود. با مقصد جریمه نشدن، تاکسیران‌ها اکنون باید با شخصان حقوقی شرطنامه امضا کنند، یعنی راهخط بگیرند. А статистические отчеты зачем нужны, спрашивается? حسابات آماری برای چی لازمند؟ با مقصد معین کردن رشد ساحه، معلوم نمودن آن که مسافران اساساً به کجا می روند. جریان بارکشی به کدام سمت است تا که ما توانیم لایحه ها را برای تطبیق راههای اتومبیلگرد عملی سازیم. Делать проекты по реализации автомобильным дорогам. از نگاه جامعه شناس عبدالملک قادروف، استفاده برگه‌های راه بازمانده از زمان سابق شوروی است. به این هم هر یک شرکت و سازمان در هر 3 ماه در نزد اداره آمار حسابات می‌دهند. اکنون با حتمی کردن استفاده راهخطها چند اداره کار یکدیگر را تکرار می‌کنند. برای مقامات کشور همیشه یک منبع معلومات کافی بود. همین کفایه است. اگر یگان معلومات علاوه‌ای ضرور باشد، بگذار آن به ورقه‌های اداره آمار داخل کرده شود. در این حالت صاحبکاران برای حسابات دادن در نزد مقامات نظارت علاوه‌ای وقت زیادی خود را صرف نمی‌کنند. سلطان مراد احمدوف، یکی از مؤلفان راهاندازی برگه‌های راه میگوید اخیراً در شبکه‌های اجتماعی زیاد درباره آن بحث شد که حجت زیرین یک وسیله نوی ستاندن پول از اهالی میباشد. ارزش برگه ناچیز است. با آن نرخ خودی ورقه و خدماتی که رسانیده می شود داخل می باشد. دیگر یگان مسئله به ما دخل ندارد. ارزش راهخط زیاد نیست. برای ماشین‌های سبوگرو هفته 72 سنت. اما اگر این رقم به شماره عمومی ماشین‌هایی که به مسافرکشانی مشغولند جمع کرده شود، ماه بیش از 40,000 دلار را تشکیل می‌دهد و این مبلغ به بودجه شعبه نظارت ماشین‌های سبوگرو می‌رود. سوالی به میان میآید اگر مقامات به آمار نیاز داشته باشند، پس برای چی مردم باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ خودی همان وزارت نقلیات و کمیته آمار از حساب پول اندازسپارندگان فعالیت می‌کنند. ما به این نهادها پول می‌دهیم تا آنها کارهای مفید را انجام دهند. مفید برای ما، نه برای خودشان. کارشناس باور دارد که اگر هدف مقامات نه درآمد بلکه آسان کردن جمع‌آوری آمار است، جاری کردن برگه‌های راه ضرور نبود. استفاده از برنامه آنلاینی در تلفن‌های موبیلی جمع‌آوری معلومات را تیزتر و کارکرد آن را آسان‌تر می‌کرد.